کشنده ترین شوک بود که وارد شد به نه تنها حکومت بغداد بلکه تمام پشتیباناش، اهم از این که در منطقه باشن یا در خارج از منطقه. اشاره به پشتیباناش کردید، یعنی حکومت عراق در مرحله شکست شدن حصر آبادان. ببینید امیر، ما در بعد مختلف اگه بخوایم بررسی بکنیم شاید به زمانهای بسیار طولانی نیازه. در بعد نظامی چقدر عملیات با طرح‌های از پیش تدوین شده هماهنگی داشت؟ من اون زمان خاطرم با تیمسار فلاحیان رئیس ستاد ارتش، آقای فکوری فرمانده نیروی هوایی، دیدگاه‌های مختلف باشون صحبت می‌کردیم داشتیم. به اعتقاد شما الان که در مسند قضاوت میشینید چقدر عملیات ما با طرحمون وفاق داشت؟ خدمتتون عرض کنم اصولاً یک پیروزی گسترده نظامی دو فاکتور بنیادیش باید هماهنگ و در سطح قابل قبول باشه. یکی طرح عملیاتی، یکی اجرا. من در فرصت‌های شده با جوونا گاهی صحبت کردم یا کلاس چیزی داشتم، گفتم یه طرح عملیاتی خوب مثل یه قانون خوبه. یه قانون خوب اصلا اجرا نشه یا خوب اجرا نشه. طرح عملیاتی هم همینه. و در همین جاست که اهمیت نیروی رزمنده، یعنی از اون فرمانده گروهی که فرمانده 9 سرباز هست که در شکست حصر آبادان دارم میگم، تا فرمانده دستش، فرمانده گورهان، فرمانده گردان، فرمانده چی، فرمانده لشکر، سرهنگ پیاده ستاد شهاب الدین جوادی. ما حدود نزدیک به 2 ماه، شاید من خودم 12 بار یا بیشتر از آبادان رفتم به ماهشهر که در رابطه با طرح، به قول ما نظامیا شور ستادی ما میگیم، همون شور و مشورت. در این جلسات غالبا خود شهید فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک بود، گهگاه با ایشون مرحوم تیمسار ظهیر نژاد بود، فرمانده لشکر که همیشه بود، گهگاه این جلسات با فرسای نیرو هوایی انجام میشد، با ژاندارمری انجام میشد، با برادران پاسدار. یعنی چندین جلسه هم خود من فرمانده گورهانم بردم. یعنی بنابراین تا آنجا که من در اون زمان قویاً معتقد بودم، الان هم بیش از اون زمان معتقدم، این طرح یکی از ممتازترین، شاید حمله بر مبالغه بشه این حرف من، ولی به باور من یکی از ممتازترین طرح‌های عملیاتی در تاریخ معاصر جهان بوده. پس با عملیات وفاق ملی کاملا برقرار بود، اتحاد منسجم بود. الان عرض میکنم این اولا تمام امکانات نیروی هوایی و زمینی رو، تمام امکانات ارتش رو که میتونست به کار گرفته بود. یعنی نیرو هوایی، عکس هایی که نیرو هوایی از 1-2 ماه قبل برداشته بود از غرب کارون، ما که خبر نداشتیم غرب کارون چه خبره. امیر، چقدر شما امیدوار بودین که طرح موفق بشه؟ والا اگر خود منو بگین، من یک سر سوزن اون شب عملیات تردید نداشتم. حالا دلیلشو میگم. این اعتماد شما از کجا بود؟ حالا دارم میگم. ما 7 ماه فرصت داشتیم. ما ضعف و قوت‌های خودمون سعی میکردیم خودمون فریب ندیم. قویاً میگفتیم با دوستان، با همرزمان، هم ضعفامون هم قوتامون. ما در اون شرایط بعد از انقلاب آموزش و انضباط یگانها به شدت افت کرده بود. همه میدانن که ما 1 دقیقه زمان رو از دست ندادیم. در هر فرصتی از مواضع دفاعی، پدافندی میکشیدیم عقب، آموزش میدادیم. آموزش در حد توانمون سعی میکردیم پرمحتواترین، بنیادی ترین و همه جانبه ترین نوع آموزش باشه که در توان من هست، در توان فرمانده گورهان هم هست، در توان رکن 3 هم هست، در توان مجموعه همرزبان هست. نتیجتاً وقتی که 20 روز مونده بود تقریباً به شکست حصر آبادان، من خود من یک سر سوزن تردید نداشتم، با اینکه نخستین عملیات گسترده پیروزمند بود، چون تا اون زمان هر حرکت نیروهای ما رو به شدت واکنش نشوند و هیچ عملیات گسترده پیروزمندی نبود. محاذات، چون عرض کردم هم به طرح اعتقاد داشتم،
هم به همرزمان و همکاران بالا و پایین و اینا شناخت داشتیم به هر حال، و هم به آمادگی رزمی یگانها در ابعاد گوناگون. من همین قسمت دوم سوالم همین رو خواستم بپرسم. ببینید ما در یک عملیات، در یک جنگ، جدایی از ابزار و مکانیزم نظامی که باید در اختیار داشته باشیم، نوع انسانها، نوع نیروی نظامی به خصوص اعتماد به نفسش شاید 90% کار باشه. شما نظر خودتون رو تشریح کردید، فرمانده‌های نظامی هم گفتید. میزان اعتماد به نفس در نیروهای ما چگونه بود؟ شما چقدر این کیفیت گروهانها و یگانها رو از نظر انضباط نظامی، از نظر اعتماد به نفس روحی منسجم میدید و آماده برای حرکت بعدی؟ ببینین قربان، ما حدود 3000 سال تاریخ نظامی داریم، 150 سال علوم اکادمیک نظامی داریم در دنیا. باز هم تا آنجا که من اطلاع دارم، روحیه ملت و جامعه رابطه ارگانیک و ساختاری با روحیه رزمندگان و پرسنل نیروهای مسلح داره. در اون مقطع تاریخی به قول تاریخدانا ما باید جغرافیای کلمات رو لحاظ کنیم، یعنی ما باید دقیقاً توجه داشته باشیم که از کدام مقطع تاریخی اجتماعی داریم الان صحبت میکنیم، فاکتور زمان و مکان. اون روحیه ملت نفوذ کرده بود در درون رزمندگان و جبهه و نیروهای مسلح و ارتش و فلان فلان به شکلی حیرت انگیز. روحیه یادگیری، من خودم سالها تدریس کرده بودم، اون روحیه جستجوگری و انگیزه یاد گرفتن و من در تمام عمرم ندیده بودم. بنده خودم یک کتاب کوچیکی هم نوشتم، در اونجا نوشتم که من برخلاف تمام استانداردهای کلاسیک، خود من کلاس گذاشتم در شادگان، اما میدانم، و من از روحیه یادگیری و روحیه جستجوگری و اون انگیزه ها بدون اغراق من خودم تعجب کردم. امیر، من 2 سوال دیگه داشتم که از بطن صحبت‌های شما در آمده بود، نیازمند بحث و چالش بیشتری است، ولی الان زمان پخش خبر است. اگه اجازه بفرمایید ما خبرها رو ببینیم، برمیگردم خدمت شما. بحث رو دست شما می‌کنم، لطف دارید. در خدمتتون هستم. من در خدمتتون. بینندگان ارجمند، ما رو همراهی کنید با ادامه برنامه زنده گفتگو. با ساعت 12:35 از تهران بیننده برنامه زنده گفتگو از شبکه خبر هستید. امروز سالگرد شکسته شدن حصر آبادان در سال 1360 هست، یعنی 22 سال از این تاریخ میگذره. بحث ما به اتفاق امیر امینیان در رابطه با اینجا رسید که نگاه‌های بین المللی به شکست حصر آبادان چگونه بود؟ آیا از درون عملیات میزان تطابق طرح و عملیات همخوانی داشت؟ تأثیرش در بنیه دفاعی و روحی رزمندگان اسلام چگونه بود؟ چقدر ما اظهار خوشبینی می‌کردیم بر نتایج عملیات و مسائلی از این دست رو مورد بررسی قرار دادیم. امیر اشاره می‌کنند که در تاریخ 2500-3000 سالی ایران در آکادمی‌های نظامی شاید این گونه طرح‌ها کمتر اتفاق افتاده و چقدر از انسجام خاص برخورداره. حالا ما جدای از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی جای 1 سال فرایند همینها وجود داره. عملیات شکسته شدن حصر آبادان در سال 1360 در بعد نظامی چقدر با استانداردهای نظامی جهان واقعیت و تطابق داشت؟ این مسئله آیا در آکادمی‌های نظامی در داخل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؟ امیر، خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم همچنان که عرض کردم، شهید فلاحی ایشان همچنان که همگان میدانند سالیان بسیار از استادان ممتاز دانشکده فرماندهی و ستاد بودند، یعنی به قول معروف استاد استادان بودند. ایشون راهنمودهای به موقع و بسیار بنیادی میدادند در جلسات. همینطور مرحوم تیمسار ظهیرنژاد، سرهنگ پیاده ستاد، شهاب الدین جوادی فرمانده لشکر و افسرانی که به ویژه افسران حساس در ستاد لشکر، تا آنجا که من میشناسم
و احساس وظیفه می کنم که صادقانه بگویم به عنوان یک سرباز قدیمی این سرزمین، از برجسته ترین به اعتقاد من افسران تاریخ معاصر ایران بودن. بنابراین پتانسیل علمی طرح از نظر علمی و تکنیکی و فن آوری عرض کردم پتانسیل بسیار بسیار سطح و کیفیت بالایی داشت و اصول جنگ و قواعد رزمی هم تا آنجا که لااقل من به عنوان یک فرمانده تیپ در اون عملیات می توانم تشخیص بدم بسیار بسیار در سطح بالایی عمل شد و عرض کردم اگر عمل نمی شد و اون طرح ممتاز با اجرای ممتاز مطابقت نداشت، هماهنگ نبود، عملیات ممتاز یعنی شکست حصرآبادان محصولش نمیتونست باشه. این یه اصلیست در همه جای دنیا که طرح با اجرا میشه مجموعش عملیات پیروزمند یا خدای نکرده عکسش. ضمنی که ما حتی بعضی از گردانهای ما، اینا اسناد و مدارک است، از استانداردهای جهانی هم ما تلفات ضایعاتمون کمتر بود. بنابراین اصول جنگ، قواعد رزمی و کاربردش همراه با عرض کردم 7 ماه آموزش، سازماندهی و برطرف کردن کمبودها با توجه به استفاده از تمام امکانات نیروزمینی، نه فقط لشکر. یعنی مثلا ما در این عملیات 3 گردان تانک از لشکر 92 و لشکر 16 داشتیم، چندین آتشبار توپخانه از گروه‌های توپخانه نیروزمینی. لشکر گروه توپخانه نداره که، یعنی گروه 11 22 و 44 تمام امکان به بهترین شکل ممکن ما در تمام زمینه‌ها مخابرات و ارتباط داشتیم. یک لحظه من الان یادم نیست که ما مشکل ارتباطی داشته باشیم، چه با رده بالا چه با رده پایین. خب امیر، اگر ما این مفروضات جناب عالی رو مورد کالبد شکافی نظامی قرار بدیم، جای یک سوال هست: آیا شما به عنوان یکی از فرماندهان جنگ در اون مقطع دستاوردهای شکسته شدن حصرآبادان رو که دیدید، در این فکر افتادید که از این الگوی نظامی در نقاط دیگر هم استفاده بشه؟ آیا شرایط جغرافیایی مثلا اجازه نمیداد؟ چون آبادان نزدیک به آب بود، جنوب بود، شاید در مناطق غربی کشور مسئله کوهستانی بودن دستوال ما رو میبست. با توجه به اینکه بخش‌های غربی کشور ما هنوز در محاصره و در اشغال عراق بود، شما چنین مکانیزمی رو مجددا در فکر بودی که استفاده کنیم برای نقطه دیگر، آزاد کردن دیگر؟ ببینین، ما 2 روز بعد از شکست حصر آبادان ما رو احضار کردن به ماهشهر، چون نخستین عملیات گسترده پیروزمند بود برای پاسخ به مدعیان و دشمنان و بدخواهان که از جلو به اصطلاح ما و فرماندهان رژه برن اسرا، چون حدود 1700 اسیر هم گرفته شد. میدانین آخر بعدم هواپیمایی که برگشت، اون بزرگان همیشه جاویدان شهید شدن دیگه. نمیدونم در جریان هستین یا بله. همون 330 که برگشت، اون اینا همه بزرگان آمده بودن برای اون مراسم، خبرنگارای خارج داخل همه جور که اینا که رژیمی رفتن گزارش تهیه کنن در ماهشهر. برگشتن اون هواپیما بید در نتیجه سیستم کار دگرگونی هایی درش ایجاد شد و بعد هم این که میگم چه اثری داشت، چون در عملیات بعدی هم باز خود من بودم، اثرش همین که ما در عملیات بستان و فتح المبین و بقیه عملیات، نه علاوه بری که از تمام این تجربیات استفاده شد، استادان برجسته دافوس هم شهید صیاد که فرمانده نیرو زمینی شد، اینا رو دعوت کرد و اینها هم پذیرفتن بلافاصله و قرارگاه کربلا رو تشکیل دادن و این استادان برجسته دافوس در تریزی ها و هدایت عملیات های آزادسازی بستان، همون عملیاتی که اسم بردم،
بسیار بسیار نقش آفرین بودند و تمام اساره تجربیات شکست حصر آبادان مورد بهره برداری قرار گرفت و محصولش هم عرض کردم آزادسازی بستان، تنگ جذابه، فتح المبین در منطقه شوش و دسفول و دشت عباس با 17,000 اسیر و بعدم عملیات آزادی خرمشهر. در واقع